امروز میخوایم یه سفر بریم به دل تاریخ صنعتگری ایران. داریم در مورد شهر خانسار و هنر دقیق و بی‌نظیر اسلحه سازی صحبت میکنیم. خب بذارید همین اول کار با یه سوال عجیب شروع کنیم. چطوری ممکنه میل فرمان یه ماشین جیپ تبدیل به لوله تفنگ بشه؟ با همین میله نیست. این سوال عجیب دقیقاً قلب داستان ماست. داستانی در مورد خلاقیت و نبوغی که واقعاً باورش سخته. ببینید، برخلاف چیزی که شاید فکر کنیم، شهرت خانسار فقط به تفنگاش محدود نمیشه. خیلی قبلتر از این حرفا این شهر یه قطب کاملاً غیر منتظره برای صنعتگری‌های پیشرفته بوده. یعنی توی کوچه پس کوچه هاش کنار صدای چکش چاقوسازها صنعت ساخت سلاح گرمم داشت بی سر و صدا رشد میکرد و انگار خودشو برای اتفاقهای بزرگتر آماده میکرد. واقعا تمیز کار کردی. برقش مثل آینه است. آره، 3 رو وقت برد تا این لبو درست در بیاره. از همون اوایل دوره قاجار دیپلمات‌های خارجی مثل کنت دوسرسی از دیدن کارگاه‌های توپسازی تو این شهر کوچی تعجب کرده بودن. بعدش هم که کار به جایی میرسه که زمان ناصرالدین شاه یه کارخونه رسمی برای ساخت تفنگ اونجا تأسیس میشه. این یعنی خانسار دیگه یه مرکز جدی و شناخته شده برای تولید اسلحه شده بود. دوره قاجار دوره صنعت تولید بود. یعنی تفنگا از 0 تا 100 توی کارخونه ساخته میشدن. اما دوره پهلوی دوره هنر مونتاژ بود. صنعتگرا دیگه مثل یه هنرمند بودن که قطعات بازیافتی و جوراجور رو با مهارت کنار هم میچیدن تا یه تفنگ کامل خلق کنن. بزرگترین چالش این صنعتگرا چی بود؟ پیدا کردن لوله مناسب. لوله قلب یه تفنگه و بدون اون ساخت سلاح اصلا ممکن نبود. دقیقاً همین کمبود حیاتی بود که اونها رو به سمت یه راه حل باور نکردنی و خیلی خلاقانه هل داد. صنعتگرای خانساری کشف کردن که میر فرمان توخالی جیب‌های قدیمی هم آلیاژ فوق‌العاده‌ای داره و هم ابعادش برای ساخت لوله تفنگ ایدئاله. باید دوباره گرمش کنن. با حرارت دادن و چکشکاری دقیق میشه لوله عالی از آن. ساخت این تفنگ‌ها ترکیبی از هنر و خطر بود. فکرشو بکنید، لوله از میل فرمون جیب و قنداق با یه ظرافت خاصی از چوب گردو تراشیده میشد. اما نکته حیاتی اینجا بود که کوچکترین اشتباه توی مونتاژ میتونست به قیمت جون تیرانداز تموم بشه. تطبیق پذیری این تفنگ‌ها واقعاً شگفت‌انگیز بود. یه شکارچی میتونست با همون یه دونه تفنگ روزش رو با شکار پرنده با ساچمه‌های ریز شروع کنه، بعد برای حیوانات متوسط از چهارپاره استفاده کنه و در نهایت برای شکارهای بزرگ یه گلوله یکپارچه شلیک کنه. دقیقاً همین ویژگی تفنگ خانساری رو به یه ابزار همه‌کاره و بی‌نهایت با ارزش تبدیل کرده بود. و اما سرنوشت این صنعت چی شد؟ بیایید با هم ببینیم چه عواملی باعث شد این هنر کم کم به حاشیه بره و در نهایت چه میراثی از خودش به جا گذاشت. دلیل اصلی افول تفنگ‌های خانساری خب مشخصه، ظهور فناوری جدید بود. تفنگ‌های مدرن با فشنگ‌های آماده اومدن که هم کارآمدتر بودن، هم سریع‌تر و هم قوی‌تر. و اینجوری بود که داستان تفنگ خانساری به پایان راه خودش رسید. این سلاح‌ها دیگه توی شکارگاه‌ها پیدا نمیشن، اما به عنوان قطعاتی ارزشمند از تاریخ، هنر و نبوغ ایرانی زنده‌اند و داستان اون صنعتگرای ماهر رو برای ما روایت میکنن.